وعده بزرگ ایلان ماسک 10 میلیارد ربات انسان‌نما عرضه می‌کنیم. در 8مین کنفرانس سرمایه‌گذاری آینده در ریاض، ایلان ماسک مدیر عامل تسلا پیش بینی کرد که تا سال 2040 حدود 10 میلیارد ربات انسان‌نما در سراسر جهان عرضه خواهد شد. این ربات‌ها که قرار است با قیمتی بین 20 تا 25 هزار دلار عرضه شوند، ابتدا در کارخانه‌های تسلا برای انجام کارهای تولیدی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و از سال 2026 تولید انبوه برای مصرف کنندگان عادی آغاز می‌شود. توسعه ربات‌های انسان‌نما به دلیل نیاز به هوش مصنوعی پیشرفته و زنجیره تأمین قوی، چالش‌های فنی و اقتصادی بسیاری خواهد داشت. اما می‌تواند به افزایش بهره‌وری و حل مشکلاتی چون پیری جمعیت و کمبود نیروی کار کمک کند. این تحول علاوه بر فرصت‌های اقتصادی، مسائل اجتماعی و اخلاقی مانند جایگزینی نیروی کار انسانی و حقوق و مسئولیت‌های ربات‌ها را نیز به همراه خواهد داشت.